بعضیا میگن آقا اینا همش الکیه، من میرم یه دونه مایع ظرفشویی میگیرم راحت قشنگ درختمو میشورم باهاش، هیچ مشکلی هم نداره. اما نمیدونه که این مایع ظرفشویی برای گیاه ترکیباتش فرموله نشده. اولین چیزی که توی این مایع ظرفشویی هست کلور و سدیم هستش که برای گیاه بسیار مضره. دوم اینکه این مایع های شوینده برای از بین بردن چربی ها به شکل شدید تهیه شدن و وقتی که شما میایید اینو محلول پاشی میکنید روی گیاهتون، اون لایه محافظی که روی برگ گیاه هست و جلوگیری میکنه از طغیان آفات رو از بین میبرید. یعنی یک بار استفاده میکنید یه حجمی از آفات کم میشه، ولی عین این میمونه که در رو به روی تمام آفات باز کردید و طغیان کنه، پسیل و شته اتفاق میفته. به جای این کار، این هم که قیمتش همچی کم نیست، عوضش بیاید یه صابون محلول پاشی حرفه‌ای بگیرید که برای گیاه فرموله شده، هم خیلی محافظت میکنه از گیاه، هم طغیان آفات رو کم میکنه، هم تنش‌های محلول پاشی روی گیاه رو کم میکنه. به این فکر نکنید که بیام مثلا 50 تومن صرفه جویی کنم که این محصول حرفه‌ای رو نخرم. ضرری که این میزنه خیلی بیشتر از این حرفاست. حتما محصولات حرفه‌ای، صابون محلول پاشی حرفه‌ای تهیه کنید، چون خیلی تفاوت داره با این محصولات شوینده خانگی.